خواستم بگم عروس رفته گل بچینه، یه دقیقه صبر کن دیگه. مولد درود دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. و پخش 40 برنامه عشق ابدی فضای مجازی انبوهی از حواشی بین پلیرها به راه افتاده و این وسط هم به شکل عجیب و باور نکردنی فن پیج های برنامه عشق ابدی در حال توقیف شدن به دست پلیس فتا هستند. در ادامه با ما همراه باشید تا اتفاقات و ماجراهای عشق ابدی رو براتون بررسی کنیم. لطفاً قبل از تماشای ویدیو برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید و اگه توضیحات ما رو دوست داشتید حتما دکمه لایک ویدیو رو بزنید تا برنامه ما به افراد علاقه‌مند بیشتری نمایش داده بشه. در ابتدا بریم سراغ ماجراهای بین ترانه و دکتر که حسابی جنجالی شده. اگر در جریان باشید تو روزهای گذشته ترانه و دکتر یه لفظ بازی‌هایی تو فضای مجازی با هم داشتن و دکتر مدعی شده بود که ترانه با این رفتاراش باعث ابتذال اخلاقی میشه و برنامه رو خراب میکنه. دکتر در ادامه چند تا سکانس هم از ترانه منتشر کرده بود که وضعیت لباس پوشش او واقعا خیلی ضایع بود. خلاصه که این شکلی شد که دعوا راه افتاد و ترانه هم اومد و در جواب حرفای دکتر بهش گفت به جای اینکه ما رو دید بزنی زاویه فکتو درست کن که شبیه لوستر نباشی. بعد از این خوشمزه بازی های ترانه مدتی خبری از دکتر نبود تا اینکه معلوم شد ایشون از طریق روابطش با دکترهای داخل ایران پرونده پزشکی ترانه رو بیرون کشیده که این کار به خودی خود جرمه، اما مثل اینکه پژمان خان بدون ترس این کار رو انجام داده و معلوم نیست که تهش چی بشه. اما طبق این اساطیر رو رفته اسم واقعی ترانه اصلا یه چیز دیگه است و اینکه برملا شده که ایشون مریض روانیه و مدت‌ها بابت این موضوع بستری بودن. بعد از این افشاگری گویا پژمان خان دست بردار نشده و یه سری مدارک دیگه رو هم رو کرده. طبق این مدارک به نظر میرسه ترانه حقوق حیوانات رو هم نقض کرده و از طریق یه جادوگر به حیوانات لطمه وارد کرده. بعد از این افشاگری ها دعانویسی که ترانه پیج اون رو تبلیغ کرده بود اومد و گفت که تبلیغ ترانه سودی برای اون نداشته و حتی ضرر هم داشته و حالا قراره برای اون پرونده قضایی در ایران تشکیل بدن. بعد از استوری های این جادوگر سودا که یکی دیگر از پلیرهای عشق ابدی لایو دکتر رو استوری کرده تا بیشتر دیده بشه. بعد از سودا پیج های بزرگ زیادی هم این داستان رو رسانه‌ای تر کردن تا سر صداش تو ترکیه هم بلند بشه. در نهایت پژمان خان خطاب به ترانه نوشت همونطور که حقوق زنان داریم تا تو ازش بالا بری و دنبال کننده بگیری، حقوق حیوانات هم داریم تا دهن امثال تو رو سرویس کنن. به جای اینکه دنبال این باشی پیج های ما رو ببندی تا گنده داستان بیشتر از این بلند نشه، به فکر این باش که پرونده قضایی برات تشکیل شده و تو ایران یه شاکی خصوصی داری که حکم جلب تو گرفته. اما با شایعاتی که در مورد ترانه در فضای مجازی به راه انداختن که ترانه اقامت موقت داره و با این داستانهای دکتر هم حقیقت داشته باشن، احتمالاً ترانه هم باید مثل پریسا عازم کشورهایی مثل دبی یا امارات باشه تا حداقل جون سالم به در ببره، چرا که داخل ایران چند تا شاکی انتظار برگشت ترانه رو میکشن تا به محض ورودش به ایران بازداشتش کنن، البته اگه برگشتی در کار باشه. همچنین بدونید وسط این همه برویایی و رسوایی خبر جدایی محمود و ترانه هم منتشر شد. یعنی این ترانه با این حجم از هیت و فحاشی که برای خودش خریده اگه سکته نکنه دیگه باید تعجب کرد. به نظر میرسه تو روزهای گذشته محمود از ترانه جدا شده و رسما زده زیر همه چی. خلاصه که به نظر میرسه این رابطه هم برای ترانه به جایی نرسید و حالا محبوب هم اونو ول کرده. به قول امیر حسین ذاتا شواهد این ماجرا رو نشون میده که این بار دعوای بین محمود و ترانه بسیار جدیه، چرا که ترانه تو چند استوری مفصل اعلام کرده بود که ای کاش با همون علی رابطه‌شو ادامه میداد، حداقل اون از یه معتاد که دست به زن داره بهتر بود. خلاصه که قشنگ ترانه کل حواشی این برنامه رو به خودش اختصاص داده و کمر همت و بسته که قبل از حذف شدن 1 میلیونی شدن پیجش رو جشن بگیره. ولی این وسط بعیدم نیست که همه این ماجراها زیر سر خود سازندگان برنامه نباشه تا بلکم عشق ابدی بازدیدهای بیشتری دریافت کنه. وگرنه ناموسان هر جوری حساب کنید این همه حاشیه تو 24 ساعت گنجیده نمیشه. ما خیلی از ماجراها رو سربسته توضیح میدیم
میدیم یا اصلا توضیح هم نمیدیم. مثلا ماجرای ورود دانیال یا پشت پرده اونو تا حالا توضیح ندادیم، ولی بازم حتی با اینکه ماجراها رو خلاصه هم میکنیم این حجم داستان ازش ساخته میشه. به عنوان آخرین نکته این ویدیو هم جالبه بدونید تو چند روز گذشته تعدادی از فن پیج های بزرگ برنامه عشق ابدی توسط پلیس فتای ایران به حالت تعلیق در آمدن و پیجاشون مسدود شدن. توی این بین رسانه‌های غیر رسمی مدعی شدن که قراره با رئالیتی شوی عشق ابدی برخورد بشه و در نهایت مثل برنامه‌های بلندیت پخششون رو قطع کنن. اما خب این فقط یه ادعاهای توخالیه، چرا که اولا با این حجم از درآمدزایی که ترک‌ها دارن از این ایرانی‌ها در میارن، اگه شده میلیون‌ها دلار هزینه میکنن و نمیذارن جلوی پخش این برنامه گرفته بشه. دوما این برنامه خارج از ایرانه و رسما کسی قادر به توقیف کردن اون نیست. سوم این که هنوز این فصل تموم نشده. پیج عشق ابدی فراخوان خودشو برای جذب پلیر فصل دومم پخش کرده. پس پر واضحه که توقف عشق ابدی تیتر 20 سر تهه که فقط برای جلب توجه ها زده شده. اما استوری پرستو صالحی در مورد پلیرهای عشق ابدی، ایشون گفتن خیلی عجیبه بین ایران و اسرائیل با 47 سال سابقه دشمنی فعلا آتش بس شده. بین برخی بچه‌های شرکت کننده عشق ابدی هنوز جنگه. خسته نشدید؟ این همه خشم، این همه کینه و این همه دشمنی روحتون رو آزار نمیده؟ یه وقتایی میگم حیف این فضا و موقعیتی که در اختیار بعضی از شماها قرار گرفت، موقعیت که میشد از دلش محبوب شد و کارهای قشنگ کرد، حرفهای قشنگ زد و حس حال مردم خوب کرد. ممنونم که مثل همیشه تا پایان این برنامه در کنار ما بودید و اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما کانال رو سابسکرایب کنید تا از ما حمایتی کرده باشید و همچنین اگه توضیحات من باب میل شما قرار گرفت لطفاً دکمه لایک کردن این ویدیو رو فراموش نکنید تا ویدیوی ما به افراد علاقه‌مند بیشتری نمایش داده بشه. تا درود دیگر، بدرود.